عرض وقت بخیر با آرزوی تندرستی برای شما همه عزیزان. خب یه خبر خوب این هستش که باید راجع به قصه برنج امروز صحبت کنیم. من خیلی وقتا وقتی میخوام قصه برنج رو تعریف کنم برنج رو برنج مینویسم، گویی که مخفف برنجه. خیلی این تصویر دقت بکنید، چه تصویر دردناکیه. زحمت خیلی زیادی کشیده میشه تا برنج به عمل بیاد. نه تنها انسان ها، حتی زمانی که الان مکانیزاسیون داره کمک میکنه به جای نیروی انسان و حتی حیوانات که از قدیم میومدن در مزارع کار میکردن، نکته مهم اینه که طبیعت خیلی انرژی میذاره، در واقع خیلی به قول امروزی ها مایه میگذاره تا برنج به عمل بیاد. اکثر تولیدات در طبیعت اینه. یک اقتصاد پیچیده‌ای در محیط زیست و طبیعت هستش که نهایتاً میشه مثلا 1 کیلو برنج یا حتی 1 دانه برنج، ولی بدونیم که واقعا با رنج تولید میشه. اولا خیلی توصیه میکنم شمال میرید، در لحظاتی هستید که ماهای مختلف یا بوی برنج در شالیزارها میاد یا مشغول نشاکاری هن یا حتی موقع برداشتشونه یا اون سبز یک دست زیبای دریاگونه‌ای که بعضی وقتا میبینید وسعت در وسعت شالیست به لطف خدا. کمی صبر کنید، پیاده بشید، چند دقیقه تحمل کنید، ببینید چگونه این عزیزان ما، کشاورزان عزیز ما در استانهای شمالی زحمت میکشن و حتی در مزارع دیگه برنج. شما شاید ندونید که ما تقریبا نزدیک 13 استانمون در کشور برنج تولید میشه، از جنوب، مرکز، شمال، حتی از مناطق کوهستانی ما. ولی خب حالا گیلان، مازندران معروف تر شدن، حالا ردیفای بعد اصفهان، شیراز، خوزستان، انواع رقم‌های برنج با ارزش بومی که داریم که بعضی‌هاشو خوب میشناسید. ولی در حال منظورم که هر جا بودید اگر برخوردی با مزرعه برنج کردید کمی پیاده شید برید داخلش، ببینید اصلا راه رفتن روی اون پرچین‌های گلی و اون حالت شرجی هوا سخت آزاردهنده چه وضعی داره که کشاورزان ما دارن تو اون وضعیت کار میکنن و اگر اون نباشه اصلا برنج عمل نمیکنه. خب یک محصولی که دائم پاش تو آبه تا نزدیک برداشتش و دیدید تو عکسای قدیمی اون حالت خمیده‌ای که زنان عزیز بانوان شمالی ما خم میشن و ویجین میکنند یا نشا میکنن، اینا خیلی کار میبره. من در تمام تجارب خودم در گشت و گذاری مزرعه‌ای فقط یک خاطره خیلی جذاب دارم از کار کردن در برنج، مزارع برنج، که برنج رسیده بود در منطقه در آمل. داشتیم بحث‌های تحقیقاتی خودمون رو دنبال می‌کردیم در خصوص آفات برنج و تولید برنج سالم. ناگزیر بودم فصل برداشت برم یه اندازه‌گیری هایی بکنم از بابت وضعیت بوته‌ها و واقعا تا اون تاریخ هم خودم به این تجربه نرسیده بودم که برنج قشنگ تا حدود 1 متر خورده رشدشو کرده و به چشم نمیاد، در شالیزار دیده نمیشه و شما غرق میشید در این انبوهی شالی هایی که به هم تافته و بافته شده و میخواید حالا از بینش مثلا عبور بکنید و هوا هم هوای مرداده که دیگه برنج در حوالی رسیده یا نیمه شهریور و شرجی مطلق گرم و یادم هستش که شاید به اندازه مثلا 10 دقیقه بیشتر هم نشد، 10 دقیقه اینطورها من حرکت میکردم از لای این برنج ها، تمام لباس ها خیس شد از عرق، به بدن چسبید و این پرزهای برنج هم اضافه شده بود. هر بارم که میخواستی عرق رو پاک بکنی این سیلیسیوم های ساقه برنج که به دست و بال رسیده بود به صورت میرسید و کلن خراش مینداخت و بعد جالب عرق شور که میومد توی خراش ها میسوزند.
این تجربه نشون داد که خیلی باید قیمت داشته باشه برنج و واقعا برنج. حالا درسته که در فضاهای تنگناهای اقتصادی و با ارزش شدن قیمت برنج امروز شاید اکثر مردم ما قدر این محصول رو میدانن. البته خب بعضی هم همچنان متاسفانه این عادت رو دارن که عادت زشتیه که این محصولات رو در موقع خوردن رعایت نمی کنند، زیاد میکشن، دستمانده میکنن و دور میریزن و داخل پسماند غذایی میذارن و خیلی خیلی زننده است. ولی حالا که این رویکردهای اقتصادی به گونه دیگه شده، شاید دانه دانه برنج رو ارزشش رو بیشتر بداند. شکر این چنین نعمتی که در کشور ما به حمدالله هست، خب باید دقت در این مسائل باشه. این برنج در دست من و شماست، اما بریم سراغ داستان اصلی خودمون. واقعا این محصول در کنار گندم که در فراورده های مختلف نان و محصولات آردی ما روزانه دائم داریم گندم رو استفاده میکنیم، برنج شاید با مقام دوم داشته باشه. یه زمانی که ارزانتره که خب خیلی جای نان رو گرفته، غالبا غذاهای ما با نان بود. بعد یک دوره ما عادت به برنج خوری پیدا کردیم و بعد حالا شاید به خاطر تغییرات اقتصادی ما در سبک خوراکمون باز به سمت نان رجوع کردیم. اما به هر حال برنج در سفره ما هست و باید هم باشه. یه نکته جالب در مورد همه آنچه که ما به عنوان غذا مصرف میکنیم، خوردنی ها، خوراک، این هستش که یک بعدش ارزش غذایی است. خداوند متعال با این سفره گسترده از نعمات به بهانه هر کدوم از این محصولات جذاب که هر کدوم طعم و مزه و رنگ و بوی خاص خودشون دارن، مواد مورد نیاز بدن ما رو تامین کرده و در واقع غیر از ارزش غذایی ما ارزش‌های دارویی داریم در غذا. به همین خاطر اصلا خوراک رو باید غذا دید. همون جمله حکیمانه بوعلی سینای عزیز که رحمت بر او باد، بر این نابغه ایرانی، که فرموده غذای شما داروی شماست و داروی شما غذای شماست. وقتی برنج میخورید واقعا فکر میکنید که دارید یک دارو میخورید و این چطور سبب میشود که مانع بیماری بشه و به بدن شما انرژی بده؟ خب این خیلی مهمه. چطور ما در دارو دقت میکنیم؟ در چند چیز. اولا که به درد چه خواهد خورد، بعد دقیق، سر ساعت، منظم. اینجا هم غذای همچین حکمی داره، خوراک همین حکم داره، باید با دقت انتخاب بشه و با دقت خورده بشه. حالا در باطن مواد غذایی هرچه باشد بحث‌های جدایی با هم داریم، حتما در مورد اونها صحبت خواهیم کرد. اما اینجا فقط در مورد خود برنج اتفاق تلخی افتاده. البته در مورد گندم هم همینطوره و اون مسئله این هستش که برنج خوب و با ارزش غذایی که جنبه دارویی دارد و میتواند کاملا انرژی تامین کنه، تبدیل شده به ماده غذایی به نام برنج سفید که متاسفانه بیمار کننده است. یعنی اون همه طبیعت زحمت میکشه، اون همه کشاورز زحمت میکشه و میرسه به سفره ما به شکل برنج سفید. حالا این داستان برنج سفید چرا ایجاد شده و چه فرقی داره کوتاه میخوام اشاره بکنم و بقیه‌اش به خودتون بسپارم با مطالعات دقیق. سالهای اخیر مواجه شدید با داستانی که در خصوص برنج اصطلاحاً قهوه‌ای وجود داره. خب چه تفاوتی وجود داره؟ ببینید عزیزان، برنج در این اسلایدی که من خدمتتون دادم دارای یک پوسته رویینی هست که این پوسته رو ما بهش میگیم شلتوک. یعنی چی؟ یعنی پوسته محافظتی دانه است.
این در مزرعه دانه رو حفظ میکنه. و جالبه این پوسته رو که اصطلاحاً میره در زمان کوبیده شدن برنج یا برنج کوبیدن یا در برنج کوبی ها، این پوسته خشک شده، شکننده است، با یک ضربه وقتی که از دانه جدا بشه دانه میفته بیرون. دانه ای که میفته بیرون اصلا سفید نیست، دانه است کرم قهوه‌ای. این همون است که ما بهش میگیم برنج قهوه‌ای و اصطلاح لاتینش میشه براون رایس، برنج قهوه‌ای. خب چه چیزی فرقش با برنج سفید؟ این است که متاسفانه در کارخانجات برنج کوبی میآیند و طی یک فرایندی با کمک دستگاه ها اصطلاح خودشون برنج قهوه‌ای رو پوش میدن، یعنی صیقل میدن، یعنی میان لایه‌ای که با ارزش ترین قسمت دانه هست به نام سبوس رو ازش جدا میکنن. در این تصویر دقت بکنید، وقتی که شلتوک اون پوست ضخیم کنده بشه، قسمت قهوه‌ای رنگ براون میشه سبوس. این در برنج 4 لایه نانومتریه، در گندم 7 لایه است. خیلی جذابه بهتون عرض بکنم که هر لایه این متشکل از تنوعی از گروه ویتامین های B و فیبره و این دقیقاً نکته اصلی تفاوت بین برنج سفید و قهوه‌ای در همین جاست که برنج قهوه‌ای خوردنش میشود خوردن غذای درست و با ارزش‌های دارویی و حتی درمانی که در قدیم خیلی از دردها رو با برنج درمان میکردن، دردهای خاص، اما با برنج قهوه‌ای. یادتون هست میگفتن که شمالی های ما، گیلانی های عزیز ما، صبح و ظهر شب برنج میخوردن. این برنج سفید نبود، اونا برنج قهوه‌ای میخوردند. چون شما برنج قهوه‌ای نمیتونید زیاد بخورید از بس که ارزش غذایی داره. امتحان بکنید. فیبری که در درون سبوس هست وقتی در برنج قهوه‌ای به بدن من و شما برسه، اصلا سیگنال های گوارش و معده رو به مغز از بابت اینی که من هنوز گرسنه هستم و قطع میکنه و برعکس سیگنال هایی میاد که بس دیگه من غذامو دریافت کردم. این اتفاق در برنج سفید برعکسه. وقتی شما برنج سفید میخورید، چون غذا به معده نمیرسه، به گوارش نمیرسه و همینطور منتظره که غذای واقعی برسه، دائم طلب میکنه و فرد هی باید برنج سفید رو بیشتر بخوره. این حجم معده رو میبره بالا و حال عوارض بعدی بماند که اصلی ترینش چاقیه. برنج قهوه این کار نمیکنه، سریع سیگنال های گرسنگی رو قطع میکنه و اینجاست که شما اصطلاحاً زود سیر میشید و با مقدار کم برنج. همینجا یک ارزش اقتصادی داره. کسانی که فکر میکنن قیمت برنج قهوه‌ای گرانتره، یادشون نره که ارزش غذاییش خیلی بیشتره و شما با مقدار کمتری سیر خواهید شد. خب حالا اینکه چرا آمدن و این سبوس با ارزش رو از برنج و گندم حذف کردن، داستان طولانی داره. مقاله رو در انتها بهتون معرفی میکنم، راز سبوس و سلامت. در اونجا من اشاراتی کردم، حالا بماند که تاریخچه‌اش چیه، اما بالاخره این رو به عنوان یک عادت و یک تجارت وارد عادت فرهنگی ما کردن و اقتصادی ما که برنج رو سفید کن. اما خب بله، یه اتفاقی پشتش هست. اون اتفاق چیه؟ این است که این برنج وقتی که لایه‌های سبوسش گرفته میشه و به اصطلاح شیشه‌ای خواهد شد، 5 بار 6 بار این برنج باید بره ساییده بشه، پوش بشه تا به برنج سفید تبدیل بشه. اون برنج همون برنجی است که شما که میبینید برنج سفید خیلی خوشگله و همون نیست که عطرش خیلی به دماغ میاد وقتی زمانی که دارید گونی برنج رو بو میکنید مثلا. اما برنج قهوه‌ای چنین عطری رو آزاد نمیکنه، چون سبوس مانع از اینه. حتی در زمان پخت هم ممکنه هم اتفاق بیفته. حالا به این تصویر نگاه کنید، ببینید مقایسه برنج کامل قهوه‌ای تا برنج سفید، وسطش نوشته شده نیم سبوس. نیم سبوس یا برنج نیم قهوه‌ای یا به اصطلاح لاتینش لایت براون. اون چیه؟ خب برنج قهوه‌ای کامل اگه بخورید که عالیه،
ولی خب خیلی فرق میکنه واقعا. مثلا مزه کاه اولش فکر میکنید میده، بعد پختش که به شفته، نزدیک شفته پخته میشه و سخت پخته میشه چون سبوس مانع از جذب آب سریع در هنگام پخت و این برنج به حال یک مسیر خاصی داره که حالا توضیح خواهم داد برای پختش، ولی واقعا داروه. اون لذتی که شما از خوردن برنج سفید میبرید قطعا با برنج قهوه خیلی طول میکشه به اون لذت برسید تا بدنتون عادت بهش بکنه و ذائقتون حتی ممکنه اول که میخورد یه مقداری احساس کنید که معدتون سنگینه یا به هم ریختگی داره، این حالا برمیگرده چون شما دائم عادت کردید که برنج سفید بخورید. ما برای اینکه این مشکل رو حل بکنیم، در واقع خیلی از متخصصا به این نشستن که خیلی خوب حالا این رو بیایم کامل سفیدش نکنیم، به اصطلاح تجاری و بازارش بیم یه پوش ساده بدیم. پوش ساده که دادن یعنی یه لایه نازک از سبوس گرفته بشه، شاید از اون 4 لایه نانومتری یه خراشی بدیم، در عین حالی که بخشی از خواصش رو حفظ میکنیم، تختش رو و طعم‌دهیش رو و عطر و بوش رو حفظ کنیم مثل برنج سفید. این اتفاق خب در لایت براون افتاده، در نیم قهوه‌ای افتاده. لذا چند سالی است، البته خیلی تلاش کردیم، خیلی رفتیم، خیلی صحبت کردیم، کارخانجات رو متقاعد بکنیم، کارخانجات برنج کوبی رو، که همون ابتدا اگر یه پوش ساده دادن بعد از اینکه شلتوک جدا شد، ما بتوانیم به عنوان برنج نیم قهوه‌ای عرضه کنیم که این اتفاق افتاده، خوبم هست. حالا شما این دو در خانواده و ذائقتون که این برنج انتخاب بکنید و استفاده بکنید. به هر حال مزیت اصلی با برنج قهوه‌ایه ولی بعدش دیگه برنج نیم قهوه‌ای. اما نکته چیه؟ چرا ما وقتی که میرسیم به برنج سفید و قهوه‌ای میگیم برنج سفید ارزش خوردن ندارد و متاسفانه ما رو بیمار میکنه ولی برنج قهوه‌ای نه؟ به این تصویر دقت بکنید. ببینید ما وقتی برنج رو میخوریم، خب اولین مرحله هضم در معده ماست. داخل برنج نشاسته وجود داره، یک جوانه نشاسته و در کنار نشاسته هم این مقدار گلوته. اما این نشاسته همون هیدرات کربنی است یا اصطلاحاً سوختی است که برای سلول‌های بدن ما نیازه. خب این وقتی که در معده هضم بشه تبدیل به ماده اصلی میشه که همتون میشناسیدش، گلوکوز یا قند. این اون ماده است که خون باید از معده بگیره و ببره و تمام سلول‌های بدن برسونه، از سلول مغزی گرفته تا سلول مو. و سلول‌ها درون خودشون حالا چه میکنند؟ سلول وظیفهش چیه؟ وظیفهش اینه که ماده غذایی رو بگیره که همین گلوکوزه، ببره در یک بخشی که ما بهش میگیم آشپزخانه سلول و در اونجا یک فرایندهای بیوشیمیایی روش اتفاق میفته که ما میگیم متابولیسم، سوخت و ساز. و از حاصل این فرایند که نسبتاً پیچیده است باید اون گلوکوز اصطلاحاً سوخته بشه. متابولیسم یعنی سوخت و ساز، سوخته بشه، ازش انرژی آزاد بشه، انرژی که ما برای ادامه حیات لازم داریم. خب حالا این چرخه عظیم خلقت رو نگاه کنید، ما بهش میگیم چرخه کربس. ببینید چندین ماده هی در این چرخه دارن به هم تبدیل میشن تا گلوکوز در اون مسیر بتونه بخشی از انرژی رو آزاد کنه. در تصویر مشخصه. خب تا اینجا که قصه مشخصه که خداوند چه خلقتی در این بحث داشته. حالا چه اتفاقی در بین برنج سفید و قهوه میفته؟ به این تصویر دقت بکنید، ببینید چه اتفاقی افتاد. خب ماده اصلی غذایی سوخت، اصطلاحاً شد گلوکوز، آمده وارد آشپزخانه سلول شده و در اون سیکل که سیکل کربس قرار گرفته. این باید تبدیل بشه به ماده به نام اسید پایروئیک. این اتفاق میفته توش. بعد از اون نگاه کنید ویتامین B5 دخالت میکنه. این ماده ویتامینی اسید پایروئیک رو تبدیل میکنه به ماده بعدی که اسمش هست استیل کوانزیم آ. حالا با پیچیدگی اون چرخه که دیگه جای بحثش الان نیست. استیل کوانزیم آ این ماده
دیگه با گروه ویتامین های B1 B2 B3 و B6 مرحله به مرحله میره و ATP اصطلاحاً یا بسته حامل انرژی رو ایجاد میکنه. حالا فکر کنید که مثلا بنزین وارد موتور ماشین شده و از اون بعد حرکت ایجاد کنه. خب میخواد حرکت ایجاد کنه، بنزین باید مشتعل بشه دیگه، بسوزه. این حالت سوختن در سلول اینه. این ویتامین ها دخالت میکنن و ماده غذایی به انرژی تبدیل میشه. این میشه یک فرد سالم و پر انرژی. حالا گروه ویتامین های B رو خداوند متعال در خلقت برنج و گندم در همون لایه های سبوس قرار داده و خیلی جالب براتون عرض بکنم. محققین به این دست پیدا کردن که اون مقدار نشاسته که در هر برنجی باید بیاد در بدن ما تبدیل بشه به انرژی، همونقدر از این ویتامین ها رو احتیاج دارد در سبوس خودش هست. و اینجا یک مهندسی خلقت اتفاق افتاده. یه عده فکر کردن و متأسفانه حتی خیلی از پزشکان که اگر شما برنج سفید میخورید بروید سبوس برنج رو بخرید. حالا من در مورد سبوس برنج باید مفصل براتون صحبت کنم که اصلا اون چیزی که شما تو بازار میگیرید به نام سبوس حتی در بسته‌بندی‌هاش چقدر ممکنه خطرناک باشه. در مقاله هم که اشاره کردم این رو ذکر کردم، حتما بهش رجوع بکنید، چون این اتفاق در اروپا افتاد. ابتدا گفتن خیلی خوب برنج قهوه‌ای خوردن بدمزگی داره، بد طعمی داره، بریم برنج سفید بخوریم سبوس هم جدا بخوریم. خیلی اشتباهه. مهندسی خلقت این دوتا رو کنار هم گذاشته، نه کم نه زیاد، که چی؟ که شما به همون مقداری که نشاسته هست بتونید اون رو تبدیل به انرژی کنید. ما حالا میایم دخالت میکنیم، دست میزنیم و خرابش میکنیم. حالا ما چجوری خراب کردیم؟ ما اومدیم سبوس رو جدا کردیم، پس حالا استیل کوانزیم آ در این مرحله به دنبال گروه ویتامین های B میگرده تا سوخته بشه و تبدیل بشه به انرژی. وجود نداره ویتامین. مسیر کجی شروع میشه. اون مسیر کج، این ماده حیاتی به جایی که به انرژی تبدیل بشه، تبدیل میشه به کلسترول یا اسید چرب. این همون عاملی است که باعث چاقی است، افزایش چربی خون. و همین سادگی. این اتفاق شما همه شاهدید دیگه. کسایی که برنج سفید زیاد عادت دارن بخورن، نان سفید میخورن، چاقی دارن، چربی خون دارن. ببخشید. خب این مطلب اگر برنج حداقل نیمه قهوه‌ای باشه، شما اون ویتامین ها رو دریافت کردید. خب یه عده میگن که ما این برنج سفید رو خوردیم، میریم مثلا ویتامین گروه B رو از خیار و روجه و سایر محصولات، حتی گوشت مثلا میگیریم. بله، خب مقدارش از این طریق به بدن خواهد رسید، اما یادتون باشه اون مهندسی رو ما نمیتونیم اینجوری تنظیمش کنیم و همین دلیل بدنمون آسیب میبینه. ولی خلقت این رو بی دلیل کنار هم نگذاشته. اما در این خلقت یک مسئله دیگه هم اضافه شد. در این سبوس غیر از گروه ویتامین های B ما فیبر کافی داریم. فیبر چقدر ارزشمنده. اولا باعث تأسفه که ما ایرانی‌ها در رژیم‌های غذایی غلاتمون رو چون به این ترتیب میخوریم، یعنی نان و برنجمون رو سفید میخوریم و کمتر هم ممکنه حتی میوه بخوریم که منابع فیبرن، به همین خاطر فقر فیبر داریم. حالا طبق آمارهایی متداولا میگن مثلا 1/20 استاندارد جهانی فیبر در غذاهامون هست. خب فیبر چه میکنه؟ فیبر که داستان عجیبی داره. اصلا وجود فیبره که خیلی خیلی به روده ها کمک میکنه، چه در هضم نهایی که میدونن دوستان در روده کوچک اتفاق میفته و هم در بحث جذب. اون اتفاق عجیب در مورد فیبر که خیلی از بیماری‌هایی که الان مردم دارن تحمل میکنن، از تنبلی روده، کولید و خدای نکرده تا حتی سرطان‌های خطرناکی که در ناحیه روده‌ای هست، واقعا در خیلی‌هاش پیشگیری با فیبر به خوبی انجام میشه. این تحقیقات دنیا نشون داده. ولی خب ما این فیبر رو در یک معدنی به نام غلات هست رها کردیم به خاطر که فقط برنج سفید خوشمزه است یا نان سفید خوب کش میاد در موقع پخت، زود پخته میشه.
و یا خوشمزه است. نه، این ذائقه رو باید عوض کرد، باید توجه کرد به غذا. به همین راحتی در یک لبه شمشیریم. یه خود بی احتیاطی کنیم غذا داره ما رو بیمار میکنه، به جای اینکه ارزش غذایی داشته باشه یا حتی ارزش‌های دارویی شما بتونیم به وارد بدنمون بکنیم. یه نکته جالبم براتون بگم. این ارتباط برنج با بیماری که خیلی اثباتاً ساده است. من میخوام عرض بکنم اگر شما رژیم غذاییتون از این نوع غذاها پر بشه، نان سفید، برنج سفید، ماکارونی، شیرینی ها، فرآورده‌های برنجی، حالا هر جو بخورید، مثل شیر برنج ارزم به حضور شما، فرنی و هرچی، اینا داستان‌هایی است که نتیجهش این میشه که بدن ما کم انرژی میشه. در بدن کم انرژی دو اتفاق میفته. اولیش هجوم بیماریه. اصلا بیماری یعنی فقدان انرژی. آدمایی که پر انرژی هستن، بدنهای قوی دارن، اینا کمتر بیمار میشن. چرا؟ چون انرژی است که اصل محکمی است برای اینکه سازمان پیکر حیات رو استوار نگه داره. نکته بعدیش، حالا با فرض این که یک حادثه اصلا اتفاق افتاده، یک کسی که خدای نکرده تصادف کنه پا و دستش آسیب ببینه، جراحتی به پوستش میاد، یا نه خدای نکرده بره در بیماری‌های مزمن، باز این بدن اگر انرژی بهش نرسه بیشتر در دام بیماریه و اگر انرژی کافی داشته باشه زودتر بهبود پیدا میکنه. خب شما حالا تصور بفرمایید یک بیمار قلبی عروقی جراحی قلب باز کرده یا کرونر هرچی و بعد حالا میان در همون بیمارستان بهش برنج سفید میدن. حالا کنار برنج سفید 10 تا چیز دیگه که آسیب زاست میدن بماند. چرا این تفکر درست نمیشه؟ چرا این رفتار درست نمیشه؟ به نظر من آگاهی وجود نداره و ما باید حتی این آگاهی رو ببریم بالا. شما خودتون امتحان کنید ببینید اگر برنج سفیدتون رو به قهوه تبدیل کنید چه مزیتایی پیدا میکنید در سبکی و احساس سبکی بعد از غذا، در انرژی و حس اینکه انرژی کار دارید، لخت و بیحال نیستید با کمترین حجم غذا. امتحان کنید ببینید برنج قهوه شما چند قاشق خواهید خورد یا حتی نیم قهوه رو، و بعد برید سراغ این که ببینید بعد از این شما در مورد همین بیماری‌های معمولی که دائم داشتید الان وضع بدنتون چجوریه. و این نکته رو عرض بکنم که به هر حال باز برگردم به این گفته از زکریاست که با اون یه داروساز که میگه قبل از اینکه دارویی مصرف کنید به غذای خودتون توجه کنید و به پزشکان توصیه میکنه قبل از اینکه نسخه بدید اول غذای بیمارتون رو بپرسید و به غذا توصیه درست بکنید. خب نکته آخر ما اگه برنج قهوه مصرف کنیم یا برنج سفید رو فرقی نمیکنه. یک نکته در هر دو مشترک با اینه که اینها ممکنه در زمان تولید دارای باقی مانده عناصر شیمیایی باشن که تو مزرعه استفاده شده، کودهای شیمیایی و سم شیمیایی. در این مورد باید مفصل در جای خود صحبت کنیم. خواهش میکنم که به این مقاله سبوس و راز سلامت یا راز سبوس و سلامت مراجعه بکنید. خب این مقاله خیلی به شما کمک خواهد کرد، همونطور که در چکیدش میبینید در این مورد بیشتر با شما صحبت خواهد کرد و لینکش هم در اختیار شما هست. به لطف خدا خیلی از دوستان و عزیزان با این بینش که این اطلاعات در اختیار مردم عزیزمون قرار بگیره و علاقمندان حتما این سوال در ذهنشون پیش میاد که خب این باید چجوری تهیه بشه. شرایط تهیهش رو فراهم کردن، اطلاع خواهند داد، ولی نکته مهم اینه که خب این آیا برنج قهوه‌ای مثل برنج سفید پخته میشه یا خیر؟ نه، متفاوته. دو حالت داره، یا برنج شما برنج جدید یعنی سال جدیده که این باید با احتیاط بیشتری پخته بشه، ولی عموما میگن برنجی که تازه خریدید بذارید بمونه یه ماه دو ماه تا این خشکتر بشه. در چنین برنجی که خشکتره قاعده کلی اینه که سبوس مانع سریع جذب آب میشه، پس برنج سبوسدار چه قهوه‌ای چه نیم قهوه‌ای
قهوه بیشتر، نیم قهوه کمتر، حتما زمان بیشتری برای پخت میبره و حتما آب بیشتری میخواد. کدبانوهای با سلیقه انواع مختلفی رو درست میکنن و دستشون خواهد اومد، ولی فقط توصیه اینه اگر مثلا متداول میگن روی برنج سفید یه بند انگشت آب باشه، یادتون باشه نیم قهوه 1.5 بند انگشته و در برنج قهوه بیشتره. ممکنه شما حتی در برنج قهوه مجبور بشین 2 بار آب رو اضافه کنید. توصیه عمومی اینه بذارید آرام پخته بشه. این خیلی مهمه. حتی میبینید وقتی که برنج قل میزنه، اولا که هیچ وقت نباید چلوکش بشه، حتی سفید هم این کار رو نکنید. این رو رها کنید، این ذائقه رو که حالا برنج از هم جدا باشه و یه حالت چسبنده، نه مهم نیست، تو بدن همش هضم میشه میره. کته خوردن عالی است. حالا در برنج نیم قهوه‌ای و قهوه‌ای وقتی میخواد کته بشه، بذارید آرام پخته بشه، بذارید آرام آرام آبو جذب کنه، بعد قل نمیزنه به اون ترتیبی که در عجله پخت ممکنه برنج قل بزنه. در این قل زدن خب خیلی از اتفاقات ممکنه بیفته، از دست رفتن بخشی از مواد با ارزش. حالا اگه اینو آرام رو شعله کم بذارید، حتی شعله پخش کن بذارید، با حوصله بذارید از صبح به حال خودش به قول قدیمی ها جوش بخوره، حتی میتونید از همون ابتدا دمکنی رو بگذارید، بذارید این بخارش برگرده تو خودش و راحت پختش کنه. بعضی از کدبانو حتی اونم نمیذارن، فهم شعله کم در رو میبندن و دیگه حتی دم کردن نداره، آرام آرام پخته میشه و خودش به شکلی برنج مطلوبی آماده خوردن هست. امیدوارم که شاد و تندرست باشید و در هر جایی که بر سفره نشستید نسبت به غذا فکر کنید و حتما شکرانه‌شو بکنید. پیروز باشید.